هر یک طی 4-5 سال ممکن در همین حزب اعضا بودم و بعضا خود در مجلس اشتراک میکردم، بعضا وقت چون که در کار بودم اشتراک نمیکردم، لیکن من از روی نادانی به همین حزب داخل شده بودم، چون که نمیدونستم که عملهای پس پردگی آنها بود، من از اون بیخبر بودم. در همون مجلس ها که اشتراک میکردیم ما بعضا اعضاها میرفتن و بعضی ها میموندن و ممکن آنها اعضاهای همون چی باشن، ریاست باشن چی باشن، ممکن آنها در همون جا بعدی رفتیم ما عملهای خودشون نقشه میکشیدن، اینش ما بیخبر نمیدونیم. لیکن همین خیلی حتی ما یک واقف هم شدم که از روی فیلم دیده شده همون در وقتی وای آنها رو برای مشق دادن به پاکستان دوست کردگی همین خیلی فیلم هم دیده بودم. خیر با گذشت وقت علاقه معلوم گشت که همین حزب نسل اسلام با کدام عملها با کدام مقصدها به همین حزب رو تشکیل کردند و خلق آگاه هم شدند که مقصد آنها چیست و خلق هم از آنها نفرت کردند و آنها میخواستند که در همون مجلس ها میگفتند که ما در انتخابات عالی میشویم، البته ما پیروز میشویم. این سخنها بود.